خبر بد اگر دروغ هم باشد مغز ما پیشتر از عقل باورش میکند. به نام خدا، محمد جاوشری هستم. همراه با همکار عزیزم جناب آقای دانیال رئیسی میخوایم در رابطه با موضوع چرا مغزمون به خبرهای منفی و دروغ زودتر واکنش نشون میده صحبت بکنیم. ما فکر میکنیم، انتخاب میکنیم، اما رسانه ها خیلی وقتها قبل از ما تصمیم گرفتن که چه چیزی رو باور بکنیم. تا حالا شده یک خبر رو بدون اینکه بخونی فقط از روی تیترش باور کنی؟ رسانه ها دقیقاً همینو میدونن. مغز ما علاقه داره به خبرهای ترسناک، منفی و هیجان انگیز. گاهی وقتا حتی بدون اینکه بخوایم اطلاعات ناقص رو منتشر میکنیم و به چرخه دروغ دامن میزنیم. اینجاست که سواد رسانی معنا پیدا میکنه. یعنی قبل از باور کردن سوال بپرسیم: کی گفته؟ چه موقع گفته و با چه هدفی گفته؟ اگه هر چیزی رو که میبینیم باور کنیم، دیگه قربانی دروغ نیستیم، قربانی بیفکری خودمونیم. سواد رسانه‌ای توی دنیای شلوغ رسانه‌ها توانایی تحلیل و شک کردن و تفاوت بین مصرف کننده منفعل و فرد آگاه. پس دفعه بعد که خبری رو دیدید یکمی مکث کنید و راجبش فکر بکنید.